خوش اومدید به این ویدیو. ما امروز اومدیم یه ماشین هایی که خیلی خفنه رو پیدا کنیم و ببریم چی میگم به اون شخصیت سازی کنیم و ببینیم چه شکلی میشه. خب اول ما بهترین ماشین اول پیدا کنیم تو بالا شهر. من ویدیو رو البته الان من یکم بذار بگردیم چون ویدیو رو تازه شروع کردم. برو کنار دیگه. کمون فوشی بگم. برو کنار دیگه. بیا اینم. اوف چقدر پرت شد. دهنم طرف سرویس شد. خب من تا اینجا اومدیم. حالا من ویدیو رو استاپ کنم تا برسم بالا شهر. خب بچه ها رسیدیم. خب حالا دنبال ماشین میگردیم. اول بریم یه غذا بخوریم جونم خیلی کمه. خب بریم اول یه غذا. به 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 به. اینجا چقدر آشغال حاجی. زن باید غذا بفروشه. بذار $10 بخریم. خیلی گرانترین غذاشونه. یه زن $2 بخوریم تا سیر بشیم کامل. یه دونه. تمام. خب حالا بریم دنبال بهترین ماشین و شخصیت سازی کنیم. خب اینجا بیایم بیرون. کرم. خب اینجا رد شیم. چه ماشین هایی داره. اینو امتحان کنم. اینو نمیدونم چی میره شخصیت سازی میشه یا نه. شبیه پراید خودمونه. پراید هاتبک پشته. البته نمیشه گفت. حالا هست ما ببینیم شخصیت سازی میشه. گاز بدیم. بدیم 6. بده 6. برو میدونی. حواست کجاست؟ باز کرد بچه. وای پشمو. اینو من جاهای دیگه رفته بودم اصلا باز نکرد. خب بچه بیاین خوش تیپش کنیم. خب اول از رنگ شروع میکنیم. رنگ بیرونی سفید صورتی. از سفید صورتی علم محمد. سفید کلا سفید کنیم. این سفید. خب سفید یا سیاه.